آیا با واقعیت استاد منگل شوهر سابق نغمه وفات کرده است؟ این خبر چرا در صفحات مجازی نشر شده است؟ گفتنی‌های تازه شفیق مرید داماد منگل و نغمه و افشای حقایق تازه از زبان نغمه هنرمند مشهور افغانی. دلیل نشر این خبرها چی بوده است؟ منگل چند ساله بوده است و در کجا زندگی میکرد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوستداران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما رو خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. نغمه هنرمند مشهور، چهره شناخته شده و مطرح در میان صفحات مجازی افغانستان، علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را داشته است. این هنرمند محبوب و سرشناس افغانی در سن 18 سالگی با منگل ازدواج کرد و در آن زمان آهنگ‌های بیشماری با منگل سرود که تاکنون آهنگ‌های نغمه و منگل در دل‌های مردم افغانستان جایگاه هنری خاصی داشته است. اما به دیر نینجامید. نغمه از منگل در سال 2006 جدا شد. نغمه که در امریکا زندگی میکرد بار دیگر ازدواج کرد و ازدواج دوم نغمه با پسر یکی از رهبران مجاهدین از بقیه افغانستان بوده است. اما نغمه این روزها تصاویر در صفحات مجازی درج کرده است که وی از همسر دومش هم جدا شده است. از منگل صاحب 5 فرزند می باشد. تازه تصاویر نغمه در صفحات مجازی دست به دست می شود که این هنرمند تازه به خاطر مریضی شوهر از بقش منگل می گیرد. اما خبرها مبنی بر این که منگل وفات کرده است کاملا دروغ و بی بنیاد است. ولی من آرزوی خوشبختی، موفقیت و سعادت برای تمامی این هنرمندان محبوب افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم و در انتظار نشر تازه ترین آهنگ ها از این هنرمندان افغان خواهم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان این دو هنرمند به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر شما خوبان را به الله منان امانت گذاشته. موفق کامیاب باشید.